داغ دیده، حالش بده. چی میشه که ما به خودمون اجازه میدیم اینقدر مانع ورود به احساسات دیگری بشیم؟ رفته بودم واسه تشییع جنازه این بنده خدا، دوسته تا از نوه‌ها و پسرها اینا دوری کرده بودن و دخترش هم پشت سرشون اومد که اصلا نمیذاشتن این برسه به مراسم. اصلا مثلا همه داشتن جنازه رو میبردن تو حج بودن، اینو به اندازه 10 متر عقب‌تر نگهش داشتن. این هی می‌خواست بره، هی نمیذاشتن، جلوش وایسادن، می‌کنیم تو ماشین، اگه بخوای گریه کنی می‌کنیم تو ماشین. از اون مثلا یکی دیگه بهش میگفت زشته تو گریه می‌کنی، تو بزرگی الان، تو آدم مثلا بزرگ خانواده عیبه، بگی میگفت گریه نکنی. یا مثلا بچه‌ها کوچیک‌تر رو می‌بینن خیلی گریه می‌کنن، گریه نکنی حالت بد میشه. هر جا می‌بینی کسی داغ دیده دارن با حس گناه خفش میکنن، دارن با حس شرم که وای زشته و عیبه و تو زنی و خودتو جمع جور کن و صدای جیغت در نیاد و شوهرت نشنوه و مادرت نشنوه، بابات عصبانی میشه، داداشت داره میبینه. هر کسی داره حس گناه میده، سریع بهش بگید ولش کن، بذار اینجا گریه